میخوای موتور اسپریت تو بشوری ولی بلد نیستی چطوری؟ بریم نشونت بدم. شستن موتورهایی که روی زمین قرار گرفتن خیلی کار آسونی و راحت‌تریه نسبت به کولرهایی که روی پایه‌نگاری هستن. اولین کاری که می‌کنیم اول کولر رو از برف کامل درش میاریم که برف روش نباشه. پیچای بالا رو باز می‌کنیم. در روش رو برمی‌داریم. وقتی که در روش رو برداشتیم شما اول می‌تونید قسمت برقی که فازن و جعبه برف هست رو میتونید با پمپ باد اول باد بگیرید که خاکش بره، بعد بشورید. چون اگر بشورید موتور رو بعد اینو بخواید با باد بشورید ممکنه اینجا خاک باشه و دوباره توی این قسمت بشورید. دوستان اگر پمپ باد یا پمپ بریده در دسترستون نیست میتونید از سشوار استفاده کنید. سشوارهایی که خیلی قدرتشون بالاتر معمولا تو آرایشگاه استفاده میشه. با اونها میتونید یه مقدار این خاک‌هایی که اول با جعبه برفش هست رو بگیرید تا بعد برسید به شستن خود موتور. اگر کارواش در دسترستون ندارید میتونید از شلنگ آب استفاده کنید. با شلنگ آب قسمت رو بشورید. حالا شاید براتون سوال باشه کدوم قسمت رو باید بشورید. شما همین قسمت رادیاتور رو بشورید. قسمتی که از اینجا شروع میشه تا به پایان میرسه. نیازی به آب گرفتن روی فن ندارید. به شما روی فن آب نگیرید. این قسمت‌های برقیش این کولر برد داره، کولرهای 30000 برد داره. حالا درسته کوچیکاشون برد نداره ولی قسمت‌های برقی داره. اون قسمت‌های برقی بهش شما آب نگیرید. اگر نمیتونید درب بالاشو باز کنید باز نکنید. ولی فقط ما نیاز داریم رادیاتور رو بشوریم. الان من به صورت عملی یادتون میدم چجوری باید بشوریم. تا دیر نشده کانالمو سابسکرایب کن، اون زنگوله رو بزن تا ویدیوهای خفن بعدی رو از دست ندی. مرسی. دوستان شستن موتورهای اسپریت روی پای دیواری که رادیو طرف دیوار هست شاید گاهی برای شما خیلی کار سختی باشه. اما در عین حال دو روش براش وجود داره. یکی اینکه ما این پنجره جلو رو که چند تا پیچ داره باز می‌کنیم. البته کولر از برف کامل در بیارم و از این داخل شروع کنیم به شستن رادیو و گاهی هم شلنگتون رو اگر کارواش در اختیار کنید شلنگتون رو از بالا میگیرید از این قسمت و در واقع پشت رو ما قسمت رادیاتون میشونید.